واقعا هم در پیام ها خصوصا روبروی کشورهای پسا شوروی از آن جمله تاجیکستان بیشتر کوشش میکنن نقطه های مهمی داغ در حیات هر ساله را ذکر کنم. فکر میکنم از اون چیزی که الان چند روز پیش توسط رئیس جمهور بلاروس آقای لوکاشنکو صورت گرفت در پیام سالانش 50% پیامش وابسته به وضعیت امنیتی کشورش بود در حوادث اوکراین. فکر میکنم که شاید در این مورد هم در پیام رئیس جمهور هم در مسائل داغ پسا شوروی اوکراین شاید یکی از نکته های مهم باشد اشاره کند. تا امروز چون که حکومت تاجیکستان در این موضوع روشن نکرده است موقعش و البته قسمت دیگرش همچنان شاید از همه چیز داغ در جمهوری امروزه این پایین بودن سطح زندگی، فقر، بیکاری و اقتصادی الان رو به رشد اما رو به رشد خیلی کند. فکر میکنم که شاید همین دو موضوع محور اصلی پیام پرزیدنت قرار بگیرد. اما یک چیز دیگر که ببینید همین نکته همیشه در پیام اشاره میشوند، یعنی برنامه‌های استراتژی میگویند قبول میکنند ولی یک گونه چی خیلی گویم مورد عمل قرار نگرفتنشون از طرف کارشناسان مورد انتقاد قرار میگیرد. فکر میکنید این دفعه یگان بهبودی در همین عمل شوی میشود؟ ببینید البته این پیام از پیام‌های سالهای قبل فرق میکند چون که باز یک دوره 7 ساله دیگر رئیس جمهور انتخاب شدند و مردم در این 7 سال امیدهای زیاد دارند، خصوصا در مسائل اقتصادی و بلند رفتن سطح زندگی شد. شاید به یگان مکانیزم رئیس جمهور اشاره کند که بالای همین اجرای پیام‌هاش در آینده نظارت کند برای عملی شدنش.